صورتی قشنگ صورتیه؟ آقا سلام، خیلی مخلصم. سلام ارادت. قرار امروز تیر بزنیم به 20 تا بادکنک که توی یه خط قرار داره. درست آید آقا؟ بله آقا. چه این باید سود بزنیم؟ هر وقت شما دست بودید، هر وقت شما اوکی بودید بگید که من سود رو بزنم. یه سود بزنم. نمیتونه. ماشاءالله. خب حامد تبریزی توانست با یه تیر 19 تا بادکنک بزنه. 20 تا بابا. یه ضربه به دهنش خریدم گم شد. 20 تا بابا. 19 حامد تبریزی با یه تیر 19 تا زد. برای کجا بودی تو؟ راست میگه، من با سر رفتم بیرون. آقا نوبت مهدی تبریزی، بزن ببینیم چی میشه. خیلی ضعیفه. عالی بود به نظرم. آقا تو ما رو بچه اگه کارت نمیدی ما بادکنک حال خودشو چیده بودن خودشو حاصلش بالا من آی بزن همه سنو میزنم نوبت آقای مهدی امینی به افتخار آقای مهدی ولی هیچ که اندازه من نمیتونه بزنه ولی باز هنوزم بهترینم آمدی نظرتون در رابطه بادکنک ها میزون نبودن چه تیم ضعیفی داریم. میزون نبودن با چه تیم ضعیفی در 12 همیشه به اون نه اولین بار دست گرفتم اولین بار دست حسین اولین بار دست آقا بازی داره به جا حساسش میرسه. الان حسین قاسمی داریم که میخواد شلیک کنه. نکن آقا نکنه. بزن. برو بریم عشق داداش معلمه داستان داشتیم. باور کن. نه آقا ببین این تیرش نصفه بود باور کن. 13 تاش بالاه 12 تا زدم نیست بود دستم میدانی جالب یه کارت قرمز بیننده ها بده یه کارت قرمز بیننده ها بده یه کارت بده تو رو خورم یه کارت بده دیگه نمیتونه آقا. دفتر نقاشی داریم میریم میخواد چیکار کنه. آقا ولی سالار این کار است. سالار این کار است سالار ولی کننده. سالار کننده سالار به خاطر عقل ناقصش از نظر شدی بازی کنه برو تو برسالی
عشق من چی میکنه؟ سالار سراغش میکنه. درسته تمام بیستاشو زد. باشکام یاسر دامن من بغل و زد اینا دولت محترم یه چیزی میدونست که اینو معاف کرده چرا؟ 5 میلیون چرا دلیلش میدونی چیه؟ تکتیر انداز بود آقا. واه یه جمله سنگین بگم. یه پیروزی تلخ بهتره یه شکست شیرینه. بیر کنم ماشاءالله ماشاءالله آقا مسعود ببینم آقا اصلا منو بزن 5 میلیون رو بده من. 5 میلیون به کی میرسه آخه؟ آره 5 میلیون تومان جایزه کنار گذاشت. داداشم نصف سالار دادید من نشون میدم سالار 20 تا ترکو من 19 الان برنده سالار داداشم نصف نصف 5 تا رو بخوریم به تو میرسه داداش این شیرجه زدن رقیبی نه بریم آقا 3 2 سود نمیزنید آقا 3 2 1 کاری ندارم از شیرجهش قشنگ‌تر. یه بار دیگه بزنید یه آوانس بخوایم به آقا واسه آقا 5 تومن بود شد 2.5. 5 تومن بود شد 2.5. بیا. آقا یه آواز میگم آقا مسعود بگیر. مسعود ارقامی مسعود ارقامی مسعود یه بار دیگه آوانس میدیم 3 تا آقا مسعود. آقا اینا توش خالی بوده. چی میگه؟ آقا مسعود چی میگی؟ خالیه اینا خالیه. آقا ببین کو خالیه. خالی اینا. بور بود الان زدی خالی. آقا بابا. حالا که میخواد دو تا دو تاشم خالی بود. بیا کجا عامل بیا الان آقا تیر توش هست. تیر توش هست. تیراندازمون تیرانداز. عامل بیا ولی ما راست نمیتونی با چپ میخواد تیراندازیش از شیرجه زدنش این بار میزن آقا مسعود رفتن استخاره گرفته مرگه آقا مسعود گوشش داره. دست. یکی باز دست چشاشم برای ایران اونا اگر دل تو را شکستن حالا میگه اونا تیر داشت اینی هم که زده زیاد مالی نبوده این که هست این سر
نفر بزنه. آقا با اقتدار نفر اول شدم. نفر اول اعلام میکنم آقا سالار دقیقاً 26,000 نفر دوم آقا حامد دمشون داداشم نستشم برای من نوکرم. مرسی که تو این لحظه رو نگاه کردی. پول خیلی کثیفه. نگاه این آدم کثیفیه چون پول خیلی پول پرسته این آدم. معذرت میخوام. سالار تصویر گرفت نصفشو من میدی؟ آره دست در نکنی نصفشه. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردی. مرسی که ما رو ساب میکنی. مرسی که تحویلمون میگیری. همه چی 20 زد. مرسی.